احتمالاً تو یکی از اون آدمایی هستی که برونگران و با هم ارتباط میگیرن. ممکنه نباشی. اما کتابی که میخوام امروز بخونم برای آدمای برونگرایی که با هم ارتباط میگیرن اما هنوز مشکلاتی توی روابطشون دارن. این کتاب قرار باهات حرف بزنه. با صدای من. راستی اصلا مهم نیست دارم بیرون چه اتفاقی میفته. خب میخوام فقط چند دقیقه بشینی کنار من و حرفام گوش کنی. قول میدی؟ تصمیم گرفته بودم زندگی متعادلی رو برای خودم داشته باشم. من هیچ وقت به روابطم اهمیت نمیدادم. زندگیم پر بود از نگرانی‌های دیگه. با این حال وقتی نوبت به روابط میرسید هیچ تردیدی نسبت به خودم نداشتم و کاملا از خودم مطمئن بودم. شک نداشتم که میتونم روابطی واقعی برقرار کنم. تردیدی نداشتم که برای کنار اومدن با طرف مقابلم نیازی به فشار آوردن به خودم ندارم و به راحتی میتونم انعطاف پذیر باشم. اما با گذشت زمان این اعتماد به نفسم کمتر شد. رابطه‌ای که به اون اعتماد داشتم کاملا برعکس چیزی که انتظارشو داشتم پیش رفت. رابطه عاشقونم نشون داد که چه کج خلقیایی دارم. کجای کار اشتباه کرده بودم. حواسم به چی نبود که چنین اتفاقی افتاد. دلم میخواست این مشکل رو حل کنم. دلم میخواست دوباره همون آدم با اعتماد به نفس سابق باشم و به زمانی برگردم که در مورد روابطم کاملا مطمئن بودم. اما هرچی بیشتر تلاش میکردم اوضاع سخت‌تر میشد. مشکل اصلی من همین اعتماد بیجایی بود که به روابطم داشتم. مشکل اینجا بود که من نمیتونستم ذهن دیگران رو بخونم و شاید کارهایی که همیشه و بدون هیچ منظوری انجام میدادم از نظر شخص دیگه‌ای بی‌ادبانه به نظر میرسید. علاوه بر این شخصیت من اصلا بی‌ایگانه‌اش نبود. اعتراف به اینا برام غم‌انگیز بود. با وجود چنین نقایصی توی آدم‌ها نه من نه هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه در مورد روابطش مطمئن باشه. منم تا زمانی که اعتمادم به روابطم را از دست نداده بودم به احساسات دیگران هیچ توجهی نمی کردم. اما بعد از اون تو تموم حرکات و رفتارم احساسات دیگران را در نظر می گرفتم. حالا میتونستم با دقت به رفتار و اعمالم فکر کنم و نسبت به دیگران سخاوتمندتر باشم. اعتراف میکنم که من دیگه نمیتونم مثل قبل نسبت به روابطم مطمئن باشم و این یعنی باید تعادل خودت رو در میونه هجوم ناراحتی ها پیدا کنی. تعادل بین خودم و رابطه، تعادل بین اعتماد و بی‌اعتمادی، تعادل بین نارضایتی و رضایت، تعادل بین تنهایی و کنار هم بودن. برای پیدا کردن این تعادل و برای اینکه در برابر مبارزات بیش از حد زندگی سر تسلیم فرود نگیرم، هم باید انعطاف پذیرتر باشم و هم محکمتر. این کتاب در مورد روابط و ایجاد تعادله. این کتاب نتیجه تفکر طولانی مدت من در مورد ذهن و روابطمونه. در مورد اینکه چطور یه رابطه ایجاد کنیم، چطور افکارم رو به زبون بیاریم و چطور دیگران رو دوست بداریم. اگرچه هنوز در مورد روابطم مطمئن نیستم، اما تصمیم گرفتم بیخیال باشم. این کتاب برای همه کسانی است که از قضاوت و عقاید مردم رنج کشیدند. امیدوارم بتونید خودتون رو همونطوری که هستید پیدا کنید. این کتاب برای من بچه‌ها حکم آینه رو داره. تمام چیزی رو میگه که من یه مدتی احساس میکردم. یعنی آره، احساس کردم بالاخره یه نفر درکم کرد و اون کتاب بود. امیدوارم آدمای زیادی باشن که این ویدیو رو درک کنن. ببینم دعای خیر کردم یا نه. خودخواهانه است.
که نمیخوام تنها باشم. توی رستوران شیک و بیک نشسته بودم و امیدی شگفت‌انگیز میخوردم که وقتی اونو با چاقو میبریدم ذره تخم مرغ از اون بیرون میریخت. کارکنای مهربون اونجا صبحانه رو در اختیار من گذاشته بودن که میتونستم از اون فیلم بگیرم و پوزش رو بدم. وقتی به اون صبحانه نگاه میکردم احساس میکردم که این روزا دیگه غذا برای ما فقط چیزی نیست که میخوریم. فقط یه لحظه به این مسئله فکر کنید. همه ما این روزا غذامون رو سوژه‌ای واسه عکاسی میبینیم. شاید خوب بودن غذا برامون مهم باشه، اما مهمتر از خوش طعم بودن اون اینه که وقتی اونو با دیگران به اشتراک میذاریم بهتر از چیزی که هست به نظر برسه. گویی با این عکس و فیلم‌ها میخوایم ثابت کنیم که چقدر خوشحال و خوشبختیم. خود منم با وجود اینکه همیشه از مقایسه خودم با دیگران متنفرم، اما تمام تلاشمو میکنم که خوب به نظر برسم. بله، غذای بعضی از رستورانا واقعاً ظاهر دهن پرکنی داره. اما وقتی نوبت به مزه‌اش میرسه، تعریف چندانی نداره. برخی از روابطم همینطوره. تو ظاهر خوب به نظر میرسه. به قول شاعر، همچین چنگی هم به دل نمیزنه. بعضی از آدم هم همینطورن. از بیرون عالی به نظر میرسن، اما از درون نه. خوب به نظر رسیدن آسونه، اما خوب بودن واقعی داستان دیگه ایه. یک عکس به ظاهر خوب نمیتونه خوشبختی و شادی شما رو تایید کنه. البته اینکه بخواید لحظات معمولی و خوشتون رو ثبت کنید خیلی مشکلی نداره. اما اگر که این عکس‌ها واقعیت پشت لنز دوربین نیستن و واقعیت رو نشونتون نمیدن، این یعنی شما خوشحال نیستید. پس چه نیازی به نشون دادن این عکسایی که هیچ خبری از واقعیت نمیده و شادی شما رو تایید نمیکنه؟ چه نیازی به این داریم که زمان و احساسات خودمون رو صرف نمایش شادی و خوشبختی کاذب کنیم؟ این که تو نظر دیگران خوب جلوه کنیم یا بد اصلا چیز بدی نیست، اما اون چه که واقعا مهمه اینه که خودمون به چه چیزی علاقه داریم و چه چیزی برای حال و جسم و روحمون خوبه. به جای نمایش باید به دنبال غذایی بریم که ساده هن اما با ذائقه خودمون بخورن. باید به دنبال مکانایی بریم که فروتنانه است اما آرامش بخشه. باید به دنبال روابطی بگردیم که ساده هن اما واقعی هن. باید به دنبال لحظات معمولی باشیم اما معمولی شاد، واقعا شاد. نیازی نیست به چشم دیگران خوب به نظر برسید. شما از هر تماشاگری مهمترید. ارزش هر کس با شخصیت اون تایید میشه. شما بدون تایید دیگران هم ارزشمندید. به ساز دیگران نرقص. خوندن ذهن دیگران ساده نیست. یا بخورید. با اینکه من فرد کاملا برونگرایی هستم، اما وقتی با گروه جدیدی از افراد آشنا میشم از اونا خجالت میکشم. اگه تو اولین برخورد رفتاری خجالتی از خودم نشون بدم، تصور میکنن که فردی ساکت و درونگرام. این مسئله تو گذشته همیشه باعث ناراحتی من میشد. احساس میکردم همیشه باید طوری رفتار کنم که دیگران از من انتظار دارن. اما حالا بعد از تلاش‌های بی‌وقفه دیگه چنین احساسی ندارم. رازی که میخوام با افراد خجالتی در میون بذارم اینه که وقتی وارد جمعی میشید کاملا آگاهانه وانمود کنید عصبی نیستید. برای رفع مشکل خجالتی بودنم همیشه اولین دیدارمون رو تصور میکردم. مدام احوال پرسی کردن رو تمرین میکردم و به خودم قول میدادم که آروم باشم و با اعتماد به نفس رفتار کنم. این عمل به تدریج روی من و خجالتی بودنم تأثیر گذاشت و حالا به راحتی میتونم خودم رو همونطوری که هستم ابراز کنم. اما یک بار یکی از دوستانم برایم تعریف کرد که اون هم برای انجام این کار تمام تلاشش رو کرده و متاسفانه دوستاش از رفتار ساختگی اون احساس ناراحتی کرده بودن. مورد اون با من چه تفاوتی داشت؟